مادر جان دیدی من، مادر تاج سر من، دنیا کشنگ و زیباست وقتی هستی بری من. خدا گویم خدا جان مرا دادی مادر جان، همیشه در پناهت نگاه دارش خدا جان. کسی جایت نگیرد مادری جان، من میمیرم برایت مادری جان. برای من عزیز مهربانی شوم خاکی پایت مادری جان. کسی جایت نگیرد مادری جان، من میمیرم برایت مادری جان. برای من عزیز مهربانی شوم خاکی پایت مادری جان. شوم خاکی پایت مادری جان. مادر جان دیدی من، مادر تاج سر من، دنیا کشنگ و زیباست وقتی هستی بری من. خدا گویم خدا جان مرا دادی مادر جان، همیشه در پناهت نگاه دارش خدا جان. نوبهاری دلکشای گلفشانم مادرم. السلام علیکم بیننده های عزیز، تماشابینان عزیزی ما. امروز جماعت تبریکاتی شهنان در دهه اقصای عظیم برای تبریک کردن جشن زادروز دلنواز آیتی آمدیم. امروز تبریکات را از نام فرزندان، از نام نگار آیتی، از مسافرت از نام ربیم جان، از نام شاه جهان و از نام پدر عزیز خاندان رمیزکه که در مسافرت هستند تبریک کرده لحظه های خرسندی را همراه شمایان با هم ببینیم. با ما باشد. با شبکه شهنان ما آغاز میکنیم. رفته السلام علیکم پدر مادران عزیز، مهمانان عالی قدر، همه شمایان را با امروز لحظه های خرسندی جشن زادروزی دلنوازی خوش آمدتان میگوییم. برای ما لازم هستند صاحب جشن ما دلنوازی برایشان یک قرصک بزنیم و نظامات تقدیم میکنیم. مرحبا. السلام علیکم، زادروز مبارک. و البته نگار آیتی شاه جهان یا شما نزدیکتر میستیم به نزد مادر. دلنواز آیتی زادروز مبارک. روز تولد را، میلاد عمر را برایتان مبارکباد میگوییم. امروز جشن زادروز است و فکرم سورپرایز را نگفتیم با شما. انامی که اومدیم ما از نامی که اومدیم قلب یکم کران آور میکنند. البته از نام فرزند مسافری مادر، از نام ربین جان، پیش از آن باشد از نام اکای رامیز شما را تبریک میگویم پدر عزیزی فرزندانتان که هر دو قنات شما در مسافرت هستند. با تا در آمد همراهی ربین جان صحبت کردیم. گفتم مادر عزیز، مادر خاکسارترین من دوست می‌دارم شما. خدا کند که در سر من دعاگوی شده گردن و خودشان من یک عروس انتخاب کنند و تا دنیا باشد یاد کردم شما پزمان شدم. دیدم خواهد روم بر کوی مادر، وجودم پور شود از بوی مادر. تمامی روی دنیا را ندیدم، بدیدم روی خوش جز روی مادر. مادر عزیزم زادروزتان مبارک. این سخنها را از نام ربین جان قبول کنید. اگر امکان بود امروز رفتم مادرم را آغوش میکردم، بوسه میزدم با آن دستانی پر از مهر و محنتیشان و از آن بوی بهشتیشان نفس میکشیدم و سفر میکردم با کودکی هایم. ما کودکی بودیم
پدرم از مسافرت برمیگشتن در روز زادروزی مادر یک عائله کلان شدن می نشستیم و یک جای جشن پدر را جشن زادروزی مادر را جشن میگرفتیم و خاندان ما پر از مهمانان میشد و آن لحظه ها را دیداری خویش و تبار نزدیکان را یاد کردم. برای مادر عزیزم رسانید که باز از دل شعر میگویم برای مادرم. از صداقت میکنم جان را فدای مادرم، مهر بیمانند او را سالها پرورده‌ام، می‌نهم با شادمانی سر به پای مادرم. خدمتش را کردم و نوری سعادت یافتم، چون بهار آراست عمرم را رضای مادرم. امروز دلنوازی فرزندان میگن ما را چقدر که با یک مهنت حلال با یک عذاب و مشقت کلان کردگی باشند، خدا خواهد ما پدر مادر را تاج سری طلایی میکنیم، در زیر ما دعاگوش کردن، خدا خواهد حاجیانا و حاجی بابا کردن این فرض ما است تا الهمان دم هیچ وقت کسل شدن را اقلا فکر نکنند، همیشه در سر ما سایبان شگردند. زادروزتان مبارک باشد. از نام اکای رامی شما را تبریک میگویم، از نام نگارایتی از نام شاه جهان صدقا تبریک میگویم. خدا خواهد روین جان از مسافرت برگردد و خویشه عروسها آوردن برای شما نصیب کند و کلین پاشا ها هر دو طرف ایستاده بیمولان جان گفته اطرافات ما پروانه شد در خدمت گردد. مبارک باشد. بار دیگر زادروز را میلاد عمر را مبارکباد میگویم و یک دستگل داریم از نام شخص نکای رامیز از نام رامیزکه تقدیم میکنیم برای شما. خود از راستی بهرش ما فرستادن و همه تقدیم میکنیم. زادروز مبارک باشد. و البته از نام نگارایتی از نام روین جان از نام شاه جهان انگشترین طلا گوشوارهای طلا داریم با افتخار مادر عزیز مرحمت روین جان. البته نگارایتی یک جا بگذارانیم برایشان. مبارک باشد. زادروز مبارک. البته این خیلی لحظه های خرسندی را دلنوازی به شیرینی تصور کرده نمی‌شود. شما خودتون شیرینی حیات فرزندان هستید. اگر همراهی شاه جهان و نگارایتی یک جای شیرینی را میبره بگذار در جشن 120 سالگیتان آمدن آفای تبریک کردن برای ما نصیب کند. مرحمت. زادروز مبارک. یک شما خاموش کنید. مبارک باشد. یک جای دارید شما یا شاه جهان بداره یک جای. Ничего не надо больше, просто быть возле тебя. Ничего не надо больше, просто быть возле тебя. С днем рождения, льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. В этом мире. زادروز مبارک. اکنون نگارایتی برای پدر مادر دختر از همه فرزند بهترین است. چون گفتم با دیگر خاندان و خاندان وقتش تویش نمیرود و شب و روز از حال پدر مادر با خبر است. جانش را فدا میکند برای پدر مادر و یکی از آن فرزندهای بهترین شما هستید. میخواستیم برای مادر عزیز نیتهای نیک را و از نام دادرتان از نام پدرتان رسانید. مرحمت. اولا السلام علیکم. همه وقت در سر ما صاف و سلامت گردید. تبریک و سرکرده همه وقت سری ما صاف و سلامت گردید. البته اکنون از مهمانان میشنویم. مادران مرحمت. السلام علیکم دوستان عزیز، مهمانان، میزبانان، همدیاران عزیز. من از فرصت استفاده بردم امروز روز زادروزی
آخرم دلنواز از نام خودم از نام اویلمون از نام همه خیش و تبارها از نام همه دوستان تبریک و مبارکباد می‌نمایم الهی عمری دراز بینید صحت سلامت باشد سری فرزند داده چیز نیت و آرزوهای دارد جامعه عمل باشد السلام علیکم میمونان و میزبانان گرامی هم یک بار شما روز تولد خواهر عزیز ما الهیم دلنواز صد در مدفت از صد پیر شود با همون عزیز جان می باشد پیر شود بچه کاشد دوست بچه دختر داره حضور همه کاشد بینن صد داره نو من خسل چه ایش مورده گردم وقتی خیش رو همه دستا سلامت باشد عمری در روزهای اخوری دیگر رحمت سلامت باشد السلام علیکم رمیزکان شما سلام از سمرقند و فدراسیون روسیه اگر امکان باشد یک تا تبریک کنیم مادر عزیزی فرزندان را ما بلندگویی را می‌دارم یک جای تبریک میکنید مرحبا ای رحمت سلامت باشد تشکر مسافران را خدا در پناهش نگه می‌دارد ساق رفته سلامت بیایید و خوشا توی‌ها کنید و ما در خدمت شما باشیم تشکر میگوییم و باز مهمانان تبریکات ها باشد میشنویم اگر نه گوید یک جای رقص بدهیم یک جای خرسندی کنیم رقص ما امروز بحثمون را با یک درجه اعلی گذرانیم بار دیگر مادر عزیز روزتان مبارک از نام فرزند راهنورتان از نام رامیزکا شما را صدقا تبریک میگوییم و همه سرودها برای شمایان مبارک باشد Bolina,
گفتم. اینک بیننده های عزیز، امروز مادر عزیز را از نام فرزند راهدور، از نام پدر عزیز فرزندانشان تبریک کرده لحظه های خرسندی شادیانه مردم آقسای را همراه شمایان با هم دیدیم. با ما باشید، با شبکه شهنان خود را احتیاط کنید.